به نام خدا. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستید تنتون سلامت باشه و در امنیت و آرامش برای اهداف آینده‌تون برنامه ریزی بکنید. طبیعتا در زندگی فردی و اجتماعی یکی از نیازهای اصلی که برای برنامه ریزی وجود داره نظم هست. این نظم هم میتونه در زندگی فرد ما اثرگذار باشه، هم ضبط در کل کشورها بکنیم و نظمی که در جهان میتونه حاکم باشد یا نباشد. در این باب و مسئله سواد سیاسی امشب صحبت خواهیم کرد. برای خیلی از مخاطبان عام در دنیا این اتفاق میفته که کلیدواژه‌های سیاسی تبدیل میشه به آن چیزی که رسانه ها ازش تعریف دارن، نه صرفاً تعریف علمیش. در باب مسئله ژئوپلیتیک و کریدورهای جهانی و اهمیت‌های اون با پویا داوری منزه، کارشناس حوزه غرب آسیا بیشتر صحبت میکنیم. پویا سلام، خیلی خوشحالم از دیدنت. سلام جناب آقای علیخانی و سلام و درود خدمت همیهنان عزیزم، خدمت شما هستیم. زنده باشین. آقای داوری منزه گرانقدر، ما میخوایم از سواد شما استفاده بکنیم و اول بفهمیم که ژئوپلیتیکی که این همه میشنویم یعنی چی؟ واژه ژئوپلیتیک بخوایم راحتش بکنیم که اصلا بفهمیم خود واژهش از لحاظ واژه شناسی یا ترمینولوژی چیه. ژئو همون ژئوگرافی، جغرافیاست. پلیتیک هم میشه سیاست، یعنی جغرافیای سیاسی. حالا این جغرافیای سیاسی یعنی چه؟ یعنی که ما این جغرافیا یک مقتضیاتی رو ایجاد میکنه که بر پایه اون مقتضیات حتی جامعه، فرهنگ و روابط اون مناطق با دیگر مناطق شکل میگیره. بخوام خیلی سادهش بکنم اینه که شما اگر مثلا به یزد برید، خیلی مردم سخت کوشی رو داره، از لحاظ اقتصادی سیستمش بسته تره. اینا ارده میسازن، باقلوا درست میکنن که بتونن بلند مدت یه چیزی رو برای روزای سخت ذخیره کنن، چون طبیعت اونجا سخته، جغرافیای اونجا به اونجا سخت گرفته. قنات میکنن. یا اگه به آذربایجان قدیم بریم، ما بعد خونه ها رو خیلی پهن میساختن، میتونستن برای زمستونشون درخت جمع کنن و یک فرهنگ سختی رو داره. ولی اگر به گیلان یا شیراز برید، میبینید مردم خیلی راحت ترن، از لحاظ اقتصادی به قولی دست و دل بازترن و این برگرفته از اون جغرافیاییه که جغرافیای سخاوتمندی اونجا داشته و اگر که شما خیلی هم تلاش نکنید جغرافیا برای شما سخت نخواهد گرفت. پس جغرافیا حکم میکنه بهشون، یک جبر نیست، یک عامل مهمیه که به قولی میگن علت العلل، یعنی علت دیگر علت ها. چطور گفتی جبر نیست پوری؟ ببینید جبر نیست، چون که ما به عنوان یک عامل محیطی در اون اثرگذاریم و عوامل محیطی دیگه. اما جغرافیا بسیار اثرگذاره در محیط فرهنگی. مثلا اگر که بخوام با آقای مکیندر ارجاع بدم که مثلا میاد موضوع ژئوپلیتیک رو خیلی باز مطرح میکنه، میگه دنیا رو اگر ما یه لحظه مخاطبای عزیز نقشه جهان رو به ذهن بیارن، ما یه جزیره خیلی بزرگی در جهان داریم که آسیا و اروپا و آفریقا به هم چسبیدن. میگه این بخش خشکی‌های جهانه، کار به قاره آمریکا و استرالیا نداریم. میگه حالا تو این جغرافیای آسیایی یه بخشی از ایران، بیا افغانستان، شمال پاکستان، چین، مغولستان، آسیای میانه کلش، روسیه و تا اوکراین و آلمان، این بخشا خیلی خشکی‌های به هم پیوسته ایه. این خشکی‌های به هم پیوسته مقتضیاتی ایجاد میکنه، یک مدل فرهنگ و آیین و اینا توشون به وجود میاد. یه سری جغرافیا هم هستن که لب ساحلا هستن، اینا خیلی با هم رفته، مثل یونان، مثلا به خصوص دریای مدیترانه که جغرافیایی برو میان جغرافیای دریاها. یعنی ما جغرافیا رو به دو بخش، بحری یا دریایی و خشکی یا هارتلند تقسیم میکنه. چه جالب. آره، و این مقتضیات خیلی جذاب‌تر میشه. علی خانی ببینید، بخوام یکم باز بکنم که چجوری فرهنگ‌های ما با فرهنگ‌های اونها یه تفاوت‌های زیرشاخه‌ای داره. همون غرب و شرق عالم که بارها میشنویم، ما مال امروز نیست، مال چند هزار ساله. اینکه غرب چه فرهنگی داره یا شرق. یونان یه سری دولت شهره، مثلا چه میدونم 200 تا جزیره، اینا از خودشون هر کدوم یه حاکمی دارن. بعد اینا مثلا سیستم ارباب رعیتی دارن و اینا به خاطر اینکه زندگی کنن کافیه که 2 یا 3 نفر یه قایق داشته باشن، میتونن برن قاهره، میتونن برن بیروت، میتونن برن روم، ایتالیا و متوجه شدید خیلی مستقل بار میان. جغرافیای غربی به واسطه مدیترانه که دریای میانه میان میشین، میدریت، دریای میانه، مدیترانه ما فارسی هم تقریبا همین روش میگیم. عربا میگن بحر الاوسط، دریای وسط. یعنی دقیقاً چون تمدن، قلب اون تمدن دریاه،
می‌بینید اگه شما یه دونه مساحت رو ببینید، سواحل اون دور تا دور میشن تمدنایی که هست که در قلب دره. ولی تمدنی که در ایران هست دریاها در دورشه، یعنی شامل افغانستان، آسیای میانه، عراق، قفقاز، ایران امروز، بخشی از پاکستان، می‌بینید خشکی در مرکزشه. حالا این دو مدل تمدن رو ما چجوری فهمش بکنیم؟ ما میگیم که آقا اگر که شما از تهران امروز بخوای برید به فرض به شیراز، باید از اصفهان عبور کنی. درست آقای علیخانی؟ بله. پس ما مجبوریم که به هم متصل باشیم در جغرافیاهای خشکی. ولی اونجا اگر طرف بخواد مثلا از آتن بره مثلا به بیروت، الزاما نه به قاهره قرار بوده رد بشه نه از استانبول، از دریا میندازه 3 نفر میرن. و واسه همین زندگی های ما به هم بسیار همبستگی داره، اما زندگی دریا مستقل تره. واسه این فرهنگ ما فرهنگ خانواده محور میشه، فرهنگ اونور به اومانیسم و تک نفری میره، یعنی فرهنگ فردگرا تو اون فرهنگ رشد میکنه. و تو ادبیات سیاسی اون فرهنگ میشه به دموکراسی، یعنی تکثرهایی که بیان بر پایه منافعشون دوره میز بشینن. و ادبیات ما به اتوریته میره، تقریبا یه وحدانی که از کوروش بگیریم، ساسانیان بگیریم، هخامنشیانی که گفتم پادشاهی بوده و پادشاهی بوده که همه اینا باید ذیل یک مجموعه قرار. چرا؟ چون جاده سازی بزرگترین پروژه بشر علیخانی از روز به بسم الله بشر تا 3 صدق اللهش راه بوده. بیشترین هزینه که بشر تو پروژهش کرده جاده است، تو مسیرهای زمینی. بعد پل میزدی، بعد تامین امنیت میکردی. واسه همین بزرگترین پروژه هخامنشیان چی بود؟ راه شاهی بود. شاه عباس که خیلی میتونه موفقیت بیاره 1000 کاروانسرا میسازه. یعنی شما باید به واسطه تجارت بیای این جغرافیا رو به هم وصل. واسه همین اگر به بخشی در قفقاز حمله میشده یا به بخشی در خراسانات حمله میشده، همه ایرانی‌ها متحد میرفتن. اما جنگ‌هایی که در یونان میبینیم، یه عده از دولت شهرها در جنگ شرکت میکردن، یه عده شرکت نمیکردن. منافع حکم میکرد. اقتصاد منافع محور شبیه به چی میشه؟ کاپیتالیسم. تو اون ور باز اقتصاد سرمایه‌داری منافع حکم میکنه برای شما. اقتصاد محور چون عدالت مهمه. چرا عدالت مهمه؟ چون همواره اون حاکم مرکزی، شاه یا هر حاکمی که در مرکز هست، اون باید بودجه رو تخصیص می‌کرده، فلانجا راه بسازیم، فلانجا امنیت رو داریم. و همیشه این نگرانی بوده که آیا به شهر ما کم توجه نمیشه. مثلا شما اگر به تبریز برید، به رشت برید، به یزد، اهواز، بلوچستان، تهران، هر جا که برید یه سوالی دارن، میگن به این شهر ما خیلی توجه نمیشه. ایرانی‌ها همواره مهمترین سوالشون دغدغه عدالته، به واسطه جغرافیاشونه این دغدغه، که آیا مثلا حاکم به ما، این سوال زیستی این جغرافی است. و این مقتضیاتی که من تحت عنوان جغرافی سیاسی تعریفش میکنن، 2 مدل فرهنگ. حتی ببینید از لحاظ خداپرستی ما ادیان تک واحد پرستی هستیم، ما وحدانی هستیم، اما اونا چند الهه پرستی بودن و امروز هم در مسیحیت اونا تثلیث رو دارن. مسیحیت ما که به سبک آشوری ها هستن، اونا وحدانی پرستن. یعنی مسیحیتی که در این جغرافیا هست با مسیحیتی که در اون جغرافیا بوده، باز 2 مدل مسیحیتیه. یعنی این وحدت گرایی ما به واسطه این که علاوه بر بحث‌های الهیاتی می‌دونم بحث‌های جغرافیاییشون میگم، بحث فرهنگیشون، ما دقیقاً طی این مدت داریم از نگاه جغرافیایی که یک عامل مهم هست. اتفاقاً پویا اگه دقیقاً تاکید کرد که جبر مطلق نیست، همینه، چون یکی از پایه‌های محکمیه که تاثیرگذاره، نه اینکه تا پایه دیگه تاثیرگذار نیستن. و به واسطه اینکه حتی ادبیات الهی با ادبیات جغرافیایی ما هم محوره، ما شاهد هستیم که ایرانی‌ها تقریبا همیشه یگانه پرستن. یعنی دقیقاً این 2 تا سیستم عامل، این 2 تا دایره تقریبا رو هم افتادن، از هم جدایی ندارن. و این جالبی جغرافیای ماست که ظلم ستیزن ایرانی‌ها، عدالت خواهن ایرانی‌ها، تو طول تاریخ همواره در این مورد برگرفتن. مثلا شما اگر تو ایالات متحده آمریکا یه نفر اخراج بشه، همه میگن که خب این طبیعیه، این فیره، این جوان مردان است. ولی تو ایران اگر حتی کسی رو به چیز اخراج کنه، همین آقا نونشو نبر فلان. یعنی ما همواره همبستگی رو داریم به واسطه عدالت. اصلا دو تا آب و روغنیم، اصطلاحاً آب و روغنی با هم قاطی نمیشه. و این برگرفته از ریشه های تمدنی که از جغرافیای ما منتج شده. اون سیاسته میخوام ببینم که بازم ریز میشه. مثلا شما اشاره کردین به استانهای مختلف. آیا این نگاه حتی در استانهای مختلف، نه تنها ایران، مثلا ایالتهای مختلف آمریکا یا استانهای مختلف کانادا، حالا این تازه کشور خیلی جدید و نو ساختن، اگه برگردیم به قول شما به تاریخ یونان قدیم، اینجوری بوده که بازم ریز بشه؟ اصلا ببینید، اساساً جغرافیای دریا محور میشن کجا؟
دولت شهرهای یونان و بعدم امپراتوری روم، همشون دور مدیترانه. درسته؟ همه دور تا دور، از شمال آفریقا، شرقش که شامات میشه، آناتولی ترکیه امروزی، تا ایتالیا و یونان، اینا میشن روم. دولت شهرها هم قبلش یونانن. اینا بر پایه منافعن. امروز ما اتحادیه بلوک متحد نظامی غربی اسمش چیه؟ آتلانتیک شمالی، دریای شمالی، دور آتلانتیس و مدیترانه میتونن الحاق بشن. یعنی همونه. ببین همون سیستم عاملی که از اینجا رفته اونور همون شکل رو ساخته بر پایه منفعت فردی. بعد شما شاهدید، ببین سیستم هایی که حکومت مرکزی قوی دارن کی میشه؟ مثل ایران، مثل روسیه، مثل چین. چرا؟ چون اون جغرافیای یک پارچه خشکی محور دارن. ادبیات عدالت محور در اقتصاد غربی، چه کاپیتالیسم سرمایه‌داری چه سوسیالیسم، جفتشون ادبیات غربی ان، یعنی جفتشون در غرب شکل میگیره. ولی کاپیتالیسم به واسطه این جغرافیای دریا محور که منافع محوره تو غرب رشد میکنه و سوسیالیسم که کارل مارکس میاد مطرح میکنه میاد تو کمونیستی چین، میره تو روسیه. پس نمیتونیم نسخه‌شو واسه جای دیگه پیاده بکنیم. چرا میشه؟ ببین میتونیم بگیم مثلا توی یک کشوری مثل چین ما کاپیتالیسم رو پیاده کنیم. خب ببین کاپیتالیسم چون به اون جغرافیا خیلی سوار نیست، بازم این حزب کمونیست، ببین چون عدالت دغدغه زیستی خشکی است. همونو میگم نسخه‌ای که یه جایی زاییده شده برای جای دیگه الزاما ممکنه اساسا نسخه ها رو باید مطالعه کرد بر پایه اون فرهنگ، اون جغرافیا و دیگر مسائل جامعه شناسی، اونو هم روزآمد کرد هم بومی سازی کرد. این نقطه‌ای که بسیار مهمه. هر چیزی واسه، حتی شما 2 تا شرکت 3 نفره هم داشته باشید 2 مدل فرهنگو دارن، با یک ادبیات قابل پیشبرد نیستن. متشکرم از پویا داوری منظم. در باب ژئوپلیتیک در این بخش شنیدیم از ایشون و در بخش بعد میریم سراغ مباحث جزئی تری مثل کوریدورها و ارتباط اون با تفکر سیاسی. یه اشاره کوچیکی پویا داشت، راه‌های تجاری و اهمیت‌های اونها از دورانی که حداقل بگیم تمدن به خصوص شکل گرفت، حداقل از دوران نوسنگی به اینور رو نگاه بکنیم. میدونم پویا رو بخواد چیز کنیم میرم از پارینه سنگی فلسفه‌شو در میارم، ولی از نوسنگیش بخوایم شروع بکنیم قاعدتاً راه‌ها خیلی اهمیت داشته اگه نگیم به قبلش. حالا چی جوری شد که توی این دنیای مدرن پیچیده امروزی هم این همه کوریدورا میکشن به جای باریک کارشون؟ جمعی خانه یک کوچولو باید به تاریخ ارجاع بدیم که بتونیم امروز رو متوجه. پارینه سنگی نمیریم؟ نه خیلی نزدیک‌تر میام. اساساً معروف‌ترین جاده‌ای که ما میشناسیم چه جاده‌ایه؟ ابریشم. احسن، جاده ابریشم. جاده ابریشم جاده‌ایه که به واسطه اون همیشه سوریه، عراق امروزی، ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین، پاکستان، اینا همشون ثروتمند بودن. چون یک مسیری بوده و این رواداری ایجاد میشه در مردمان. هی تجار میرفتن میومدن، نیازمند بودن چرخ گاریشون رو عوض کنن، نعل اسبشون رو بزنن، شب بخوابن، غذا بخورن، جای خواب میخوان و دیگه این همواره یک اقتصاد به هم پیوسته کوریدوری به وجود داشته به صورت تاریخ. این جاده قدیمی. من این جاده رو مثال میزنم به اون جاده چالوس. فرض کنید این جاده چالوس. یه اتفاقی تقریبا 200 سال پیش دور ناصرالدین شاه میفته. یه جایی توی دنیا یه تغییری میکنه. کارل مارکس داره میگه بریتانیا زمین داره میخوره، کاپیتالیسم شکست میخوره، انگلستان یا بریتانیا آمریکا رو از دست داده، انقلاب آمریکا شکل گرفته، داره بریتانیا ضعیف میشه چون این بریتانیا حاکم دریاهاست، اون امپراتور دریاهای جهان اون موقع بریتانیاست، اون ژئوپلیتیک دریا محور رئیسشونه. اما میگن به زودی هند رو از دست خواهد داد و شورش میشه انگلستان. حالا یه اتفاق عجیب میفته که بریتانیا حفظ میشه و ما بدبخت میشیم که کمتر شاید تو ادبیات امروز بهش پرداخته شده. بین اقیانوس، بین دریای مدیترانه و دریای سرخ کانالی زده میشه به اسم کانال سوئز و این مسیر 15000 کیلومتری رو که بعد دور آفریقا و دماغ امید دماغ نیکات جنوب آفریقا دور میزده خیلی نزدیک 6-7000 کیلومتر تقریبا نصف میشه و یهویی مسیر جاده چالوس با زدن اتوبان تهران شمال کنسل میشه. جاده ابریشم اهمیتش از دست میره و برای اولین بار تو تاریخ ایران ما شاهدیم که مردم میرن گرسنگی و قحطی شروع میکنن مردن بدون که بفهمن چی شده. عجب. بله، چون دیگه هر چی شما به اون مغازه برسی که تو جاده چالوس زیتون فروشی داشتی، کارمند عوض کنی، مثلا مورد تبلیغات بذاری، غذا بدی به راننده، دیگه در اینجا نمیان.
مسیر تجارت تغییر کرده. دنیا یک اتفاق بزرگی توش اتفاق افتاده و از کانال سوئز میرن و میان، هندو میتونه به دست بیاره، بریتانیا دوباره قوی میشه، به خلیج فارس دوباره میاد بالا مسلط میشه و دنیا عوض میشه و همچنان این قدرت دست بریتانیا میمونه و شما شاهدید تمامی جنگ ها قبل از جنگ یمن بالای خلیج فارسه. چرا؟ کلا افغانستان، ایران، عراق، سوریه اینا همیشه باید شلوغ باشن. چرا؟ چون نباید کریدور باستانی شکل بگیره. عجب. باید مثلا آمریکا طالبان رو با 80 میلیارد دلار اسلحه ترک بکنه که جنگی ایجاد بکنه، ناامنی ایجاد بکنه بین چین و ایران و افغانستان و پاکستان، که این کریدوری که یک طرح یک کرمن یک جاده چین هست که میخواد بیاد این مسیر رو ببره و بیاره رو جلوشو بگیره. واسه همین وقتی که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، وقتی که عراق و سوریه رو آزاد میکنه، میگه که بعد داعش میگه من کریدوری به عرض 200 کیلومتر تا مدیترانه زدم برای مسیر تجارت. ببینید این پیوستگی شکل میگیره و اتفاقا همه اینا بالای شبه جزیره عرب، مثلا بالای خلیج فارس، چون دقیقا تو مسیر سنتی تجارت. و ما اگر بتونیم امنیت رو به بار بیاریم توی مسیر، میتونیم رشد کنیم، هممون به هم متصل میشیم، روادار میشیم و دوباره تجارت، فرهنگ توی این مناطق رشد میکنه. اما این میونه کلامت چیه؟ اینی که داری تاکید میکنی روش خیلی رد پای مفهوم اقتصاد و من دارم توش میبینم. بله. اقتصاد منافع که حیات انسان هست. بله. منتها کسی تا الان فکر میکنم از این زاویه به مسئله جنگ‌های ایران افغانستان خیلی وقتا نالش وجود داره که آقا خاورمیانه همیشه بدبختی داره، چرا ما اینجوریم، اصلا نحس میکشه به خرافات، آقا این سرزمین همیشه همینجوری بوده. ببین اصلا آخرین جنگی که تو خاورمیانه بین ایران و عثمانی بوده مثلا مولوش 140 سال پیش، اتفاقا خاورمیانه هیچ وقت ناامن نبوده. جنگ خاورمیانه خیلی کم بوده برخلاف اروپا که کل تاریخش جنگ داخلیه. بله. ما جنگ جهانی اول و دوم رو شاهدیم که چند ده میلیون آدم کشته میشن خودشون. اساسا این شکلی نیست، اینا برساخت رسانه است. اینا برساخت رسانه. ببین حالا همون میگم چیو دارن جا میندازن و ناخودآگاه ما باور میکنیم این منطقه اصلا نطفش با جنگ بریده شده. چون این منطقه رو باید ناامن بکنن تا بتونن تجارت دریا. الان تا جنگ جهانی دوم انگلستان دریای دنیا دستش بود، بریتانیا قبلش دست پرتغالیا بود و اسپانیا یا هلندیا، بعدش الان دست ایالات متحده است یا آمریکا. هنوز قوی ترین ناوگان جهان داره، همون سیستم عامل حفظ شده، سیستم عامل غرب یونان و شرق ایران. یعنی همون سیستم عامل هنوز ما داریم. نبرد غرب و شرق مال جمهوری اسلامی نیست، یه نبرد تمدنی چند هزار سال است بر پایه دو جغرافیای مختلف. چه جالب. پویا من از یکی اینو میشنیدم که دقیقاً همین فرمایش شما که اصلا جنگ همون جنگ ایران باستان و روم باستانه. بله. اصلا چین در میون نیست، روسیه در میون نیست، کشورهای کوچکتر اطراف ما که بماند، بریتانیا در میون نیست، ایران باستان، روم باستان. فرصت بشه انشالله یه بار برنامه‌ای رو کار کنیم درباره نبرد تروا که توضیح بدم که اون نبرد دقیقاً نبرد شرق و غربه. تروجانا هرودوت میگه ایرانیان، یعنی همون هکتور و اینا، و اونوریا که میشه آکیلیس و آشیل و اینا یونانی. و خیلی جالبه که عین امروزه. این باید بشیم تفسیر ایلیاد و اودیسه بگیم. واقعا اگر ببینیم چقدر انگار امروز داریم و کلا داریم تاریخ رو تا امروز میبینیم، چقدر اصلا تک تک عناصر رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی امروز پیچیده تر همونه با رسانه‌های ذره مثلا این همونه، رسانه‌های قوی‌تره. ببین ما واسه اینکه مسیر تجارت دریایی رو جلوشو بگیریم که از سوئز میاد میره به آسیای شرقی چه کارایی میکنیم؟ غرب برای اینکه بتونه کانال سوئز رو حفظ بکنه میاد چیکار میکنه؟ یه پونز میذاره به اسم اسرائیل که آقا این کانالشو واسهش توی این منطقه حفظ بکنه. ببین نگهبان کانال سوئز اسرائیل، حافظ منافع غرب، واسه اینکه این تجارت دریاییشو حفظ بکنه. ما برای اینکه به چالشش بکشیم از نگاه ادبیات جغرافیایی سیاسی ما لبنان رو داریم، فلسطین رو داریم و قبلتر سوریه هم داشتیم. درسته؟ بله. که دقیقاً همینو داشته باشیم. و ما یادتون باشه زمان دورای احمدی نژاد ما جیبوتی داشتیم، یه سری مثلا دانشگاه و بیمارستان، بعد ما رو سر قضیه سفارت و اینا مثلا بحثایی پیش اومد، یا ایرانی‌ها رو اخراج کردن، یا به شوخی میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجا این صحبت‌ها میشد. حالا جیبوتی شهر اتفاقاً کشور مهمیه، خیلی استراتژیک بود. آفرین. چون دقیقاً منطقه پایین آفریقا، تو دماغ آفریقا، تو شاخ آفریقا، این دقیقاً میشه ضلع غربی تنگه باب المندب پایین دریای سرخ، با اینکه از این استان ما کوچیک‌تر بود. آفرین. چون دقیقاً جایی نشسته که تجارت دریایی اونجا رد میشه. و اتفاقاً
اولین جنگی که در جنوب خلیج فارس شکل میگیره و برخلاف منافع آمریکاست کدوم جنگه؟ جنگ عربستان و حوثیاست در یمن. و اتفاقا منافع ایران اونجا تعریف میشه و اتفاقا ناواشون که میخواد برو بیاد ما داریم میزنیمشون. یعنی محور مقاومت، محور ایران بزرگ مثلا تمدنی داره مقابله میکنه با اون هم داره مقابله میکنه، میره تو سوریه جلوی مسیر کریدور ما رو میگیره. ببینید کاملا یک منازعه در کلان روایت، به قول غربی بیگ پیکچر، تصویر کلی. ببینید کاملا این یک شطرنج، اون فیلش رو میذاره جلو، ما سربازمون رو میکشیم، ما اسبمون رو میذاریم، اون رخش رو میکشه عقب. قشنگ در کلان روایت یک چنین حالتی داره. یک کرمن، یک راه چین از مسیر شمالیش از مسکو میرفت به فنلاند و اروپای شمالی. با جنگ اوکراین مسیر مسدود میشه. از قدیم هم همین جوری بوده، یعنی راه‌ها انقدر اهمیت آفرین بودن که جنگ آفرین می‌شدن. ببین راه‌ها علت اقتصاد بودن، اصلا چه مدیترانه چه خاورمیانه یا اون غرب آسیا به قول رهبری، اینا بحث تجارت انجام میرفت. اینا مثل رگای بدن که چجوری رگای اقتصادن. حالا رگای اقتصاد اونا میخوان خشکیاشو خشک کنن، دریاهاشو نگردن، چون تو دستشونه. حالا میرسن به امروز چین برای عبور از دریاها بیاد، برای اینکه بیاد به اقیانوس هند که شامل خاورمیانه میشه و آفریقا و اروپا، باید بیاد از پایین کنار مالزی و اندونزی و سنگاپور یه جایی به اسم تنگه مالاگا، باید از اونجا عبور کنه. حالا جالب سنگاپور انقدر اقتصاد عجیب موفقی داره با سیستم آمریکایی، چون سنگاپور باید دست امپراتور دریا باشه، عین جیبوتی، عین کانال سوئز، عین تنگه جبل الطارق اروپا که مال بریتانیا هنوزم، نه مال اسپانیا، نه مال مراکشه، یه تیکه کوچولوئه. این دقیقاً همش مال ایناست. یعنی اینا تک تک شاهراهای حیاتی دریای دنیا رو زیر دستشون دارن. و ما شاهدیم که توی میانمار و اون بالاتر، اسم کشور یادم نمیاد، که رئیس جمهور ضد آمریکاییشو برداشتن، شورش کردن و واسه چی؟ واسه این رو تنگه مالاگا تسلط ایجاد کنن، چون اگر بحث ریزترانشاه با چین به موضوع بحرانی برسه بتونن تنگه مالاگا رو ببندن. و تنگه مالاگا رو ببندن، چین به کجا میتونه صادر کنه؟ به جای راه نداره. چین باید مسیر خشکی هاشو وا بکنه. و ما شاهدیم اولین کشوری که سفیر طالبانو استوارنامه‌شو میپذیره چینه، با اینکه به رسمیت نشناختش. پس همینه که اینقدر ایران و عربستان هم برای چین اهمیت داره. بله. میتونه برای ما مفید باشه؟ چی؟ همین ارتباطمون با نگاه چینی ها. اصلا اساسا چون کریدور از ما میگذره، مهمترین شاهراه اقتصادیش ایرانه، اون مسیر سنتی که از افغانستان و آسیای میانه میاد از ایران عبور میکنه و از ترکیه و از عراق و شامات میره به مدیترانه. منفعتش برای ما هم هست. اصل منفعت ما اینه. دوباره ما برمیگردیم به دوره قبل از کانال سوئز که ایران خیلی پر رونق و ثروتمند بوده. با این اوصافی که از ژئوپلیتیک، راه‌ها، اهمیت اونها، جنگ آفرینیشون مطرح کردین و این که اصلا نگاه ما به منطقه غرب آسیا عوض شد با توضیح شما که اصلا جنگ باید در غرب آسیا باشه برای اینکه راه‌های خشکی مثل ابریشم قدیم پابرجا نباشه، برای اینکه تجارت دریایی اونها همچنان سودزا باشه تا بتونن از اون طریق بازم به دنیا حکومت بکنن و بتونن جلوی چینی‌ها رو بگیرن که الان دارن لحاظ اقتصادی میزنن. چین چرا برای 20 چند سال برنامه ریزی کرده بود که من در سال 20 میخوام جای آمریکا رو بگیرم؟ آیا داره در این مسیر پیش میره؟ آیا این جنگ همچنان ادامه داره؟ ببین در حوزه اقتصادی که چین به شدت داره جلو میزنه، در حوزه تکنولوژیک هم چین داره جلو، ولی در حوزه نظامی چین خیلی عقب از آمریکا و برای همین آمریکا تلاش میکنه موضوع رو به منازعه نظامی بکشه. واسه همین اتحادیه‌ای که مثلا توی غرب داریم به اسم ناتو، توی منطقه ما سعی کرد به اسم صلح ابراهیم و این نیروها شکل بده. توی منطقه شرق آسیا ضد چین چی شکل داد؟ اتحادیه پاسیفیک که همون ژاپن و تایوان و استرالیا و این کشورهای اون منطقه کره جنوبی اینه که ضد چین بازی کنه. دقیقاً همین بازی که تو تک تک مناطق ایالات متحده به اون امپراتور دریا داره اونجا هم داره. برمیگردم به جاده ابریشم. حالا مایی که بچه جاده چارلوسیم بخوایم نذاریم رونق مغازه‌هامون بیاد پایین، زیتونمون رو بفروشیم، چند تا راه داریم. یکی از راهامون که بریم تو جاده اتوبان شیشه خورده بریزیم، دردسر ایجاد کنیم، اذیتشون کنیم که از اون اتوبان زد. واسه ما تو باب المندب میتونیم بازیگری کنیم. توی صحرا مثلا کنار مراکش میتونیم بازیگری کنیم. مثلا اونجا جبهه پولیساریو هست، همیشه مثلا مراکش تو سازمان ملل اعتراضاتی میکنه تا تایید نشده که میگن اینا پهپاد میگیرن از ایران.
دقیقاً تو جبل دارق میخوره. تو ونزوئلا که نزدیک کانال پاناماست، پهباد از ایران میگیره، کشتی تندرو میگیره. توی سوئز فلسطینی‌ها هستن، لبنانی‌ها هستن، تو باب المندب حوثی‌ها هستن. یعنی اساساً بازی همین شکلیه. اون کسی که بازی خراب میکنه تو هم باید بازی خراب کنی، باش بازی کنی. و جغرافیا انقدر مهمه آقای علیخانی. عراق به واسطه اینکه به دریا دسترسی نداره، چون یه کوچیک فاو فقط داره، کلش خشکیه. بله. میاد اول با ایران میجنگه، وقتی که موفق نمیشه و شکست میخوره که خوزستان رو بگیره، به دریا دست پیدا کنه و 3 جزیره رو میره کویت رو میگیره، چون فقط دریا رو واکنه. اساساً بحث ژئوپلیتیک فراتر از سیاست نره. این جغرافیا اون جغرافیا مثل 2 کمپانی ان، مدیر عاملشون هر کی باشه اینا ما مثلی اختلافاتی دارن، رقابت دارن، خصومت دارن، بعضی موقع رفاقت دارن، بسته به اون که کمپانی چه شکلی کجا قرار گرفتن و چه مسائلی دارن شکل میدن. من باب این موضوع جغرافیا خیلی حکم میکنه که ما بتونیم در کلان روایت موضوع رو ببینیم. واسه همین وقتی که مسیر شمال از روسیه مسدود شده، مسیر ایران به واسطه اینکه سوریه سقوط کرده مسدود شده، ما یه مسیر ترنس خزر داریم که از ترکمنستان آسیای میانه میاد، از خزر عبور میکنه، از آذربایجان میخواد بره با ترکیه بره به اروپا که دالان زنگزور هست، برمیگردم بهش توضیح میدم که میخوان اینو وا بکنن. ما چین برای اینکه بتونه به اقیانوس هند دسترسی پیدا بکنه 2 مسیر دیگه هم داره توی طرح یک کمربند یک جاده. یکیش اینه که از پاکستان میاد پایین میخوره به بندر گوادر توی اقیانوس هند اولش یا دریای مکران. یکیش هم اینه که میاد از افغانستان میاد ایران، از سیستان و بلوچستان میرسه به چابهار. جالب شد. و این 2 نقطه نقاطی هستن که میتونه به دنگ مالاوی بسته شد از این بخش ها بیاد و به اقیانوس هند برسه و دوباره بتونه تجارتش رو حفظ بکنه. شاهدی ما چینی‌ها بسیار سرمایه گذاری کردن، طالبان اومد 35 میلیون دلار تو بندر چابهار سرمایه گذاری کرد و گفت ما با ایرانی‌ها چینی‌ها داریم کریدور شکل میدیم. یعنی این چقدر جالب، همه اینو داره این پازلا رو میچینی داره جور در میاد، نقشه داره میاد بیرون. و جالبه که وقتی که تو سوریه این نیروهایی که میان اونجا و بشار اسد رو شکست میدن و به بیرون میرونن، یه بیانیه از جیش الظلم یا همون جیش العدل میاد بیرون که چی 50,000 نیروی ارزشی بلوچستانی هستن که میخوان بیان. اتون پان بلوچ هم با هموطنای عزیز بلوچ ما متفاوتن. بله. ما میخوایم بیایم نذاریم توسعه سواحل مکران و چابهار شکل بگیره و شاهدیم دقیقاً همین نیروهای عقیدتی که شکل دادن در این منطقه ضد منافع ما و منافع پاکستان، تو پاکستان هم بالا با 278 نفر تو این چند ماه کشتن. یعنی اینا اساساً نمیخوان بذارن. در انتها ایالات متحده، امارات، عربستان میخوان نذارن که اینجا شکل بگیره این بنادر. چرا؟ چون این باعث تقویت ما میشه. و دقیقاً اون سر مسیر وقتی از چین میایم اینور، ما یه منطقه‌ای داریم به اسم بدخشان از بالا به روسیه قدیم که میشه حالا قرقیزستان امروز میخوره، که بخشش تو تاجیکستانه، یه بخشش تو افغانستانه، یه بخشش تو کشمیر و پاکستانه، یه بخشش شمال هرات و اینها میشه. نه بگید مثلا یه انگشت دیدی افغانستان میخوره به چین، یه گوشه نقششه، اون تیکه میشه بدخشان و بالاش هم که تو تاجیکستانه میشه بدخشان. یه تیکایی هم تو چین و پاکستان میره. اون منطقه شیعه اسماعیلی هن. اون منطقه خیلی کوهستان مرتفعی هم داره. اون منطقه هم دقیقاً توی کریدور واخان داره چین میزنه، ارتفاع سطح درش 1800 متر، خیلی جای سرد و عجیب غریبیه که میخوان اونجاها رو باز بکنن که بتونن چی مسیر تجارت رو شکل بدن. و ما شاهدیم که اتفاقاً محور غربی عبری عربی میاد اونجا داعش و القاعده رو رشد میده. چرا؟ چون تقریبا فقط من مثلا تاجیکستانشو بگم 45% مساحت تاجیکستان بدخشانه ولی 3% جمعیت داره. به واسطه اینکه تراکم جمعیت پایینی داره، نیروهای تندرو، سلفی، تکفیری اینا رو بردن اونجا دارن پرورش میدن و با ایدئولوژی تندرو و اتفاقا نیروهای اویغور ضد چینو که پانتورکایی هستن که سلفی ان، اونو چک میدن که ضد چین، ضد ایران، ضد حتی طالبانه بجنگن، واسه اینکه در مبدأ همین کریدور پاکستان ایران نرسه به چابهار و گوادر. پویا اینجوری که داری توصیف میکنی با این نگاهی که رژیم صهیونیستی عملاً داره و گاهی وقتا میاد تبدیلش میکنه، توی برنامه یادم صحبت کردیم به حوزه های مثلا اینکه آقا ما باید تا فلانجا پیشروی بکنیم و کل بین النهرین برای ماست و امثال اینها. آیا بازم علاوه بر این که میخوان این راه ها رو بخشکنن و تجارت دریایشون رو داشته باشن و اسرائیل حافظ منافع سوئز باشه، منفعتی توی این خشکی ها هم خواهند داشت یا میخوان خشک کنن اینجا رو؟ نه نمیخوان خشک کنن، مال خودشون باشه.
چون نفت سوریه رو که میبرن، نفتشو ببرن، تجارت دیگه‌ش هم ببرن، همشو میخوان. اقتصاد منافع، یه طمع بی‌نهایته. آفرین. اونا از منافع خودشون پیروی میکنن، اونا همشو میخوان. این منازعه تا ابدالدهر ادامه داره. قانون دنیا الان یکم شاید مؤدبانه نباشه، قانون جنگله. بله، داروینیسمه، هر کی زورش بیشتر است. بله. امام علی میگه دیگه، میگه آقا آماده جنگ باش که دشمنت نیاجه. ببین اساسا همینه. ببین این نزاع تمدنی، ریشه‌هاش همش اقتصاد، فرهنگ ماست. اونا هم همینن. یه جایی با سخت افزار میان جلو، یه جایی با رسانه میان جلو، شروع میکنن ریشه‌ها رو زدن، واسه اینکه در نهایت همه اینا رو بگیرن و حلت کنن و شما رو، من و خواهرمون، همسرمون، پدر مادرمون، فرزندمون به اون یک برده در اختیارشون قرار بگیرن و اونا ارباب و ما رعیت بشیم. بازی کلا در این ادامه داره و ما بابت مقام و منزلت خودمون تو این بازی وایسادیم. هوشمندی که میتونیم به خرج بدیم اینجا، نگاه علمی که میتونیم داشته باشیم چیه؟ این چیزی که هست، ما باید تلاش کنیم در منطقه خودمون این گفتمان رو شکل بدیم و بر پایه این گفتمان اون برادر عراقی، اون برادر افغانستانی، اون برادر پاکستانی، اون حتی پان بلوچی که با بقیه بلوچه فرق داره، ذهنشو حک کردن، آگاه کنیم که همه ما سر یه سفره ایم. چون من فکر میکنم الان با توضیحات شما نیاز به یه افزایش سوادی داره پویا. از نادانیه که اونا دارن نون میخورن. نیاز به آگاهی رسانی داره. اونا رو میبرن توی سری مثلا امارات یا عربستانی، به خصوص تو کشمیر و اونورا مثلا یه سری مدارس مذهبی ایجاد میکنن و ذهن اونا رو میبرن توی بحث‌های سلفیگری و تکفیرگری و اساسا ذهن اون آدم متوجه اصلا هیچی نمیشه و فکر میکنه ما دشمنشیم و شروع میکنه واسه عدالت میخواد، ولی در صورتی که شاید آدم بدی نیستش. اون سرباز نهایی اونا که داره میجنگه به اون تروریست، اون آدمش خالصی، فقط رفته توی جایی که یه عده با هدف اینو مخشو شستن، هکش کردن و مثل یه عروسک کوکش کردن، فرستادن سمت ما، بوم، منفجر میشه. ما شاهد بودیم تو 1401 اولین نقطه‌ای که با آتش کشیدن بازاره. آفرین. چرا؟ اقتصاد اونجا باید خراب بشه. ببین اساساً اگر که عمران باشه، آبادانی باشه، حتی بحثایی که به آزادی‌های دیگه مربوطه، تو رواداری، تو تجارت بیشتر میشه. وقتی که آدما برن و بیان، جامعه راحت‌تر با هم کنار میاد. متوجهی؟ و این نکته هستش که اگر همه مردم ایران بتونن روش به یک ادبیات و گفتمان سازی شکل بگیره، ما از خیلی از دعواهای جناحی، حزبی، منطقه‌ای خارج میشیم. منافع مشترک. ایران و عثمانی خیلی جنگای کمی با هم کردن، برخلاف اروپایی که همش تو سر کله هم میزدن. ولی الان دوست دارن مدام اردوغان و نمیدونم الان بله علیف و امثال اینا رو بندازن به جون ما. بله اردوغان خب الان چون تو ناتو خودش رو تعریف میکنه و اتفاقا هیچ وقت کریدورش رو راضی نیست از ترکیه به ما بده، اون بحث وان و راه نمیندازه، ریلش و اینا، و اتفاقا میاد تو سوریه هم بازیگری ضد ما میکنه. بله. و این چیز دیگه، این منازعه الان چون اردوغان و ترکیه چون جزو ناتوه، بازیگری نزدیک به ناتو میکنه. متشکرم. لذت بردم از هم کلامی با شما و یاد گرفتم از عزیز مثل همیشه. از پویا داوری منزه یاد گرفتیم که دغدغه‌مندانه مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک رو وارسی میکنه و سعی میکنه اون نکات ظریفش رو با توصیفات داستانوار و قشنگش به گوش ما که شنوندش هستیم برسونیم. انشالله که برای شما مفید واقع شده باشه. آرزومون برای ایران زمینمون آرامش هست، اصالتی که این سرزمین داشته، حداقل 11500 600 700 سال تمدنی که همراه با یگانه پرستی بوده، انقدر این سرزمین رو گنجوار کرده که حالا میتونیم ازش رزق پربهره ببریم با سواد، دانایی و علمی که انشالله خدا نصیبمون میکنه. جناب علیخانی، من در آخر بگم برای دوستان و رفقا و هم‌میهنان و جناب عالی که این شاهنامه به قول ما ایرانی آخرش خوشه انشالله. انشالله. ممنونم از امید قشنگی که پویا داوری منزه داد.